امروز تصمیم دارم با این ویدیو نحوه تعویض سیم ساز تار مختص گوشی های آسانکوک رو خدمتتون آموزش بدم. گوشی های آسانکوک همونجور که میدونید مکانیزم 10:1 داره، یعنی 10 دور در واقع قسمت کلاهک ساز میچرخه و 1 دور ساقه. خب به دلیل اینکه این الان من برای ویدیو آماده کردم گوشی رو شل نگه داشتم و چرخش کلی داشت. حالا پیشنهادی که براتون میکنم برای تعویض سیم اینه که گوشی ها رو به هیچ عنوان نکشیم. وقتی میکشیم خود این مسئله باعث میشه گوشی ها آسیب ببینن و در دراز مدت و حتی در همون زمانی که شما گوشی رو میکشید آسیب جدی به خود ساقه و اون گیربکس داخلی ایجاد کنه. بهترین راه اینه که ما از یه وسیله اینچنینی استفاده بکنیم، حالا هر چیزی میتونه باشه، با چند تا ضربه ساده و خیلی کوچیک گوشی بیرون میاد. خب همونجور که میدونید توی ساقه ما سوراخی میبینیم که برای تعویض کردن سیم خیلی کارمون رو راحت میکنه. معمولا من خودم از سیمای پک استفاده میکنم. پک نوین سیم گزینه خیلی خوبیه که تمام سیما داخل این بسته وجود داره، توی 2-3 سایز متفاوت. و گزینه دیگه هم که این برند هست، برندهای وحدتی، بسیار سیم خوبیه. باز متناسب با سلیقه خودتون میتونید انتخاب کنید. من یکی از گوشی ها رو براتون عوض میکنم که راحت بتونید این کار رو خیلی سریع خودتون توی خونه انجام بدید. همینجوری ملاحظه میفرمایید سیم رو از داخل اون شیار رد کردیم. میتونیم بعد از اینکه سیم رو رد کردیم یه فشار بدیم که شکستی توی سیم ایجاد بشه که سیم در نره، و بعد از اون سیم رو میچرخونیم که روی اون قسمت اولیه قرار بگیره که توی دراز مدت خالی نکنه. ما به این روش که داریم انجام میدیم چرخش 1:1 داریم پیش میریم و بعد که سیم رو به سیمگیر رسوندیم میتونیم همون روش 10:1 انجام بدیم که خب به خاطر اینکه هم گوشی ها خراب نشن هم که سرعت عمل داشته باشیم توی تعویض سیم، ما گوشی ها رو بیرون میاریم. ولی خب بعضی هم دوست دارن همونجوری ثابت اون کار انجام بدن، ولی بهتره که گوشی ها بیرون بیاد. الان دیگه مرحله آخر هست، سیم رو میکشیم به طرف خود دیواره. در نهایت با فشاری که میدیم روی گوشی الان گوشی ثابت شده و چرخش اصلی که 10:1 هست رو داره انجام میده و ساقه دیگه ثابت میشه. این حالت بهترین نوع تعویض سیم تار برای گوشی های آسانکوک هست. مدل های بعدی رو هم میتونیم به همین شکل انجام بدیم. در خصوص گوشی پنجم بهتره گوشی رو بیرون بیاریم، سیم رو بچرخونیم دورمون و گره ساده‌ای بزنیم و سیم از داخل سرپنجه به سیمگیر وصل کنیم. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید باشه.